برخلاف تصور عمومی که همه فکر میکنن فرم میم یک فرم دایره‌ای شکل است، اما فرم میم توی زیبانویسی به شکل مربع، مثلث و نیم دایره دیده میشه، مثل فرم میم تو اول میلاد که به صورت مثلثی. خب بریم که آموزش اسم میلاد رو داشته باشیم. برای نوشتن اسم میلاد تقریباً 3 نقطه بالاتر از خط زمینه باید شروع به نوشتن کنیم. پس من برای میلاد 3 نقطه بالاتر میخوام به یک فرم مثلثی به این حالت فکر رو توجه کنید. زاویه ضلع جلویی مثلث ما زاویه طلایی. ما این مثلث رو در نظر میگیریم، از این نقطه شروع میکنیم میریم بالا، اینجا تقریبا تیزه، وقتی میاد پایین اینجا رو دور میزنیم. این میشه فرم میم ما و اینجا میتونه یه بازی کوچولوی قسمت داشته باشه. حالا من اینجا میم رو مینویسم از پایین بالا، دوباره پایین یه دور. این میشه فرم میم و این قسمت رو با پرتاب خودکار میتونید بنویسید. وقتی این ایجاد شد ما یه حالت منحنی که تپه ماننده برای اتصال به یم باید داشته باشیم. اینجا میخوایم یه فرم دایره‌ای بنویسیم، اما یک دایره تخم مرغی شکل. پس این زاویه این قسمت هم باید زاویهش طلایی باشه. حدود 2.5 نقطه میریم بالا، رو خودش میایم پایین و به سمت جلو حرکت میکنیم. نکته مهمی که الان توی لا باید دقت کنیم اینه که الف باید حدود 1 نقطه پایین تر باشه، 1 نقطه تا نیم نقطه، اینطوری. این میشه میلا. و برای نوشتن دال خیلی آسون و راحت یک مستطیلی رو در نظر بگیرید، 2 ضلع یک مستطیل که اگه این 2 تا زاویه رو من به هم وصل کنم زاویه طلایی، یا میتونید اصلا همین مثلث رو در نظر داشته باشید و این قسمت رو دوردار بنویسید. این میشه فرم د. ارتفاعش هم که 2 نقطه. حرف لا متشکل از 2 تا الفه که الف دوم باید یک کمی پایین تر بشه. اینجا ما میتونیم حرف ی رو هم به صورت کشیده بنویسیم، اینطوری. مبحث کشیده های کم طولانیه. این بخش بگیم کشیده 1 نقطه که معمولا در وسط در اتصال به حروف بالا نبرده مثل الف استفاده میشه. این فرم میلاد زیباتره و این میلاد هم درسته و میتونیم ازش استفاده کنیم. آموزشم امیدوارم که براتون مفید واقع بشه.